کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل حل کنیم. اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد. اگر تولید رونق پیدا کنه در بخش‌های مختلف، هم بیکاری حل میشه، هم وقتی تولید افزایش پیدا بکنه عرضه کالا زیاد میشه. دولت تدبیر و امید در اولین قدم محیط کسب و کار را به طور دائم بهبود خواهد بخشید. یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی ما میتوانیم بیکاری را حل کنیم، بریم به سمت تولید داخلی، نذاریم بیکار در جامعه ما باشه، خرجهای بیجای دولت رو کم کنیم، مداوم واردات زیاد نشه، مداوم تولید داخلی ما افزوده بشه. ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت. اون وقت ناچار نمیشیم وقتی تولید داخلی ما درست شه هر بنجلی رو از خارج وارد کنیم. اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم، برای کارگر خودمون، برای جوان خودمون کار درست میکنیم. اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم.